نیروهای پلیس قماندانی امنیه رستاق تخار است که پس از دریافت یک اطلاع کشفی در پیوند به حفظ خانگی خانم و پسرش وارد عمل می شود. خانه‌ای که در روستای بشکند ولسوالی رستاق تخار موقعیت دارد که گفته می شود در آن یک مادر همراه با فرزندش سالها از سوی شوهرش در حفظ خانگی قرار داشته است. پلیس هم با جدیت داخل اتاق شده تابان و خلیل رحمان پسر 15 سالش را نجات می دهد. حفظ خانگی که با گفته مسئولان این خانم و فرزندش را از زندگی و آزادی های اجتماعی محروم گذاشته شدند. 7 سال در نموز یک سیاست زندانی است با همراه یک گشتک طفل که در یک جای زندگی میکنه که در حوج حیوانات گذاره کردن نمیتونه. نه یک چراغ است، نه یک برق است، یک سلاخی داره که زمین سلاخی اینا نان و هویش همیشه میداد. برادر متهم نیز تایید میکند که ینگش به دلیل فشارهای همسر دومی برادرش به این حال و روز رسیده است. با گفته وی خلیل رحمان برادرزادش از 1 سال بدین سو با مادرش زندانی شده است. 7 سال می شود که زن به نام تابانگل دمیجا زندانی است که بعد از نکاح دوم رکند زن دوم ایرا توسط شوهرش امیجا زندانی ساختند. امی خلیل نام پیش ما 14 سال زندگی میکرد، مادرم نگاه میکرد. بعد از 14 سال ما توسط داد و ویلای مادرم که چیکار چشم ماند از پا ماند ایرا تحویل پدرش دادم. مدت 8 ماه امی خلیل نامم از پا ماند. از سوی دیگر همسایه های این خانواده در حالی که از حبس خانگی تابان و پسرش ابراز بیخبری می کنند، اما خواهان رسیدگی جدی به این قضیه و مجازات عاملانیان شدند. ما نمیفهمیدیم که بند نیست. ما البته گفتیم خیلی فامیلی است، البته در اینجا نان میتا او میتا. این مرد که برادر این نماز نام این صلاحیت نداشت که در این نام بتا او بتا. همسایه هم باید همکاری را میکرد که ظلم صورت نمیگرفت. این درشان انسانیت نیست که یک شخص و یک مظلوم خدا به این حد بالایش ظلم شد و در یک اتاق تاریک بر مثال انداخته شد و برای آب و غذا داده نشد. هرچند پلیس در پیوند به این رویداد نمازنام شوهر این خانم را دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است، اما تابان و خلیل رحمان پسرش پس از آزادی جهت درمان به شفاخانه رستاق انتقال یافته و همین اکنون تحت درمان قرار دارند. این نیاز است که به یک سنتر مجهز به یک مرکز تخصصی از زیر روانی معرفی شود. همچنان خلیل احمد به طرف سوی تغذی رفته، سوی تغذی شدید است، یا هم به مرکز مجهز روانی معرفی شود، هم به یک سنتر تغذی تا که صحتیاب بهتر شود. گفته می شود نجات این خانم و پسرش پس از سالها حبس خانگی از سوی پلیس و نشر آن در صفحات اجتماعی بازتاب گسترده داشته و با واکنش‌های فراوان مردم روبرو شده است. کاربران مخصوصاً باشندگان تخار خواهان بررسی همه‌جانبه، تامین عدالت و برخورد قانونی با عاملان این رویداد شدند. در ضمن گفته می شود تابان 45 ساله و پسرش خلیل رحمان 15 ساله که سخت آسیب روحی دیدند، سرپرست و حمایت کننده نیز ندارند. همین لحظه در مکانی هستیم که بانو تابان از 7 سال بدین سو و همچنان پسرش از 1 سال بدین سو در این مکان نگهداری می شده. این مکانی است که البته اصلا چراغی یا روشنی وجود نداره، کاملا یک مکان مخروبه است. این با خانم با پسرش در سردی زمستان و همچنان در گرمی تابستان در اینجا زندگی میکنه. نیروهای امنیتی موفق میشن پس از اطلاعات کشفی به خانم با پسرش از این مکان نجات بدهند